اینجا استودیوی رادیو آزادی است و در 15 دقیقه دیگر از خبرهای تازه تاجیکستان و جهان میگویم. شالوی خوجه هستم. در خدمت شما سلام. در برنامه امروز 28 سپتامبر این موضوع را داریم. نشستی رهبران کشورهای مشترک در دوشنبه با امضای 16 سازشنامه به انجام رسید. تاجیکستان رهبری را به ترکمنستان سپرد. بحث چندین ساله یونان و مکدونیا بر سر نام مخالفان مکدونی مقابل عوض شدن نام کشورشان هستند. همه مسئولیت این سازشنامه بر دوش ضعیف و سوسیال دموکرات هاست. این تسلیم شوی به یونان است. دهه нообод و زندگی شوری صدها مسکونی آن تا رسیدن به مکتب همسایه کودکان مجبورند از درون آبولای و میدانی پخته بگذرند. میآید گریه کرده میگه مکتب نمیرم پاهم در مینم میگه با بگای بشم مجبور رویش مینم که خیلی برای سعود یاده بگیره چی بگی گفته. رهبران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل بعد تقریباً 2 ساعت گفتگو پس درهای بسته ریاست دوره این سازمان را به ترکمنستان سپردند. نشست سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مشترک روز 28 سپتامبر در کاخ سامانی شهر دوشنبه برگزار شد. رئیس جمهوران دولت‌های همسود مسائل مختلف شروع از امنیت تا فرهنگ و معماری و کائنات را بررسی کردند. تفصیلات بیشتر را از مولا رجب یوسفی میشنویم. همین لحظه ها در بستانسرای حکومتی در شهر دوشنبه نشست سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل به پایان رسید. برای اشتراک در این نشست سران 9 کشور این اتحاد آمده بودند. تاجیکستان در این نشست ریاست دورگی اتحاد دولت‌های مستقل را به ترکمنستان سپارید. برای قبول ریاست نه رئیس جمهور این کشور قربانگلی بردین حمیدوف بلکه معاون نخست وزیر این کشور پورلی آقا مرادوف به دوشنبه آمد. پورلی آقا مرادوف به هنگام قبول ریاست از همه کشورهای عضو اتحاد سپاسگزاری کرد که از این تصمیم پشتیبانی کردند و سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در دوشنبه 16 مسئله را بررسی کردند و از روی آن سازشنامه‌های به امضا رساندند. سرگئی لبیدوف رئیس کاتبات اتحاد دولت‌های مستقل ریاست یک ساله تاجیکستان به این سازمان را موفقانه خواند و گفت امیدوار است که همکاری‌های اعضایان این سازمان در سال آینده و تحت ریاست ترکمنستان باز هم رشد و انکشاف خواهند یافت. مهمترین سندهای امضا شده در سمیت دوشنبه این برنامه همکاری به مبارزه بر ضد جنایتکاری برای سالهای 2019-2023، برنامه همکاری در ساحه کائنات با هدف‌های آسایش‌ده و برنامه مبارزه با جنایتکاری در ساحه تکنولوژی اطلاعاتی میباشد. سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل همچنین آمادگی‌ها به تجلیل 75مین سالگرد جشن غلبه را بررسی کردند و از روی آن قرار نیز قبول شد. اینچنین در سمیت دوشنبه قرار وابسته به 70 سالگی قبول اعلامیه عمومی حقوق بشر به امضا رسید. گزارش مولا رجب و براد یوسفی بود. ضمناً اتحاد دولت‌های مستقل 27 سال پیش به خاطر سرجم کردن 15 کشور شوروی سابق تأسیس یافت. بعضی تحلیلگران آن را یک سازمان شکل نگرفته و به ثمر میبرند. در مکدونیا روز یکشنبه نظرپرسی برگزار می شود. این کشور بعد چند ده سال بحث با یونان راضی شد که نام مکدونیا را به مکدونیای شمالی عوض کند. نخست وزیر از مردم دعوت کرده است که به طرفداری نام نو رای بدهند، اما مخالفان به بایکوت کردن رفراندوم دعوت دارند. بخش از ساکنان نیز مقابل تغییر دادن نام کشورشان هستند. کایمرسیاتو موضوع را ادامه می‌دهد. واحد تعیینات مخصوص پلیس هنگام تظاهرات در سالونیکی اعتراضگران را پخش می‌کند. تظاهراتی که 8 سپتامبر تشکیل شد تنها یکی از همایش‌های اعتراضی به مقابل تبدیل نام کردن مکدونیا به مکدونیای شمالی است. این منطقه یونان نیز مکدونیا نام دارد. اکثر ساکنانش بر این نظرند که نام و تاریخ آنها دزدیده شده است. به باور آنها اسم نوی کشور هم به وطنشان شباهت دارد. این سازش ما را صرف نظر می کند. از این خاطر ما به خیابان برآمدیم. یعنی آن ما مقدونی های اصلی را به اعتبار نمی گیرد. ماه ایون جانب‌ها بالاخره به سازش رسیدند. سروزیر مکدونیا زوران زایف با زورق به مرز دو کشور آمد و با همتای یونانیش الکسی سیپراس ملاقات نمود. آن زمان سازش تاریخی به امضا رسید. مکدونیا اسمش را عوض کرد.
یونان دیگر با وارد شدن آن به ناتو و اتحاد اروپا مخالفت نمی‌کند. امروز ما با چشم تاریخی مردممان می‌نگریم. ما به اینجا آمدیم تا اینکه قرض وطنداریمان را اجرا کنیم. در مکدونیا نیز این سازشنامه موج اعتراضها را برانگیخت. یک روز بعد از امضا شدن قرارداد نزدیک به 1000 نفر در نزد بینای پارلمان سکوپه جمع آمدند. آنها ضعیف را خائن نامیده و استعفای او را طلب نمودند. ماه ایول پارلمان مکدونیا بعد بحث‌های تند در این موضوع به طرفداری از برگزاری رفراندوم رای داد. رهبران مخالفین تالار جلسه را ترک کردند. ضعیف کشور را به بحران اطلاع می‌کند که عاقبتش پیشگویی نشونده است. همه مسئولیت این سازشنامه بر دوش ضعیف و سوسیال دموکرات هاست. این تسلیم شوی به یونان است. رئیس جمهوری مکدونیا نیز مقابل این سازش است و به شهروندان توصیه داد که رفراندوم را بایکوت کنند. ولی بنابر نظرسنجی‌ها اکثریت به جانبداری از آن آواز می‌دهند. اما رفراندوم در حال برگزار شده اعتراف می شود که 50% رای دهندگان در این معرکه اشتراک کنند. در جریان سفر اخیرش به اسکوپه، کاتب ژنرالی ناتو ینس استولتنبرگ با واحدهای مخصوص ملاقات کرده و از آنها دعوت نمود که به طرفداری سازشنامه رای دهند. شما در یک قدم از عضویت ناتو قرار دارید. این امکانیت شامل شدن به موفق‌ترین اتحاد نظامی در تاریخ است. بعد استولتنبرگ به این کشور وزیر دفاع امریکا جیم میتیس آمد. او درباره تلاش دخالت روسیه به رفراندوم هشدار داد. مسکو این اتهامات را رد می‌کند. نوابسته به نتیجه رایدهی در مکدونیا تصمیم نهایی را پارلمان قبول می‌کند. جانبداران سازشنامه امید دارند که نظر مخالفین را تغییر می‌دهند. اما امید مخالفان این است که مردم برای آوازدهی به رفراندوم نمی‌روند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. آبی شور، روی ویران و نبود بنگاه طبی، صدها ساکن یک دهه دوردستی ناحیه دوستی سالهاست در یک شرایطی برای زندگی ناسازگار به سر میبرند. کسی به دادشان نمیرسد و در فکر حل مشکلاتشان هم نیست. اما اگر از این بگذریم، ساکنان رو بیشتر از آب فرزندانشان ناراحت میکند که برای رسیدن به مکتب همسایه مجبورند راهی دراز و پر از خطر را طی کنند. شادمانی یتیم در همین باره میگوید. даврони 8 сола ҳар рӯз 5 километрро то мактаб тай мекунад. роҳи ӯ аз миёни пахтазор, санглох ва ҳавзҳои пуроб мегузарад. ба дуи забр мезгам ама чун таришон то ҷа мерам ба тинкон прелой мешавам. прелой мешавам. бефара нашиди? не. чӣ хеле рафтан дарс осоне? не, мерай воша дарса мехунам. даврон танҳо нест. дар қатори ӯ 3 кӯдаки деҳаи ваҳдати ноҳияи дӯстӣ аз дурии роҳи мактаб азоб мекашанд. даст шуда мерам, метарсам. дар деҳаи ваҳдат ки 300 нафар зиндагӣ мекунанд, мактаб нест. кӯдакони ваҳдат ба мактаби деҳаи ҳамсоя мераванд. 10 сол боз аҳволи сокинони деҳаи ваҳдат ҳамин аст. онҳоро инҷо кучонданд ва зиндагии шоиста ваъда карданд. мера айсел оқои талачам ка ҷазир миёя гиря карда мега мактаб намерам пӯҳом дар менам мега бо пугай мешам маҷбур роиш менам ки хай бирая савод ёда бигиря чи бигир гуфта роиш мекунам хай ҳамун ҷавон чи дорем хоҳиш дорем ки мактаба ова чи кунан ташкил кунан ки мо ҳам азоб накашем. дар ноҳияи дӯстӣ зиёда аз 100 000 нафар зиндагӣ мекунад. 46 мактаб вуҷуд дорад. деҳаи ваҳдат ки 20 километр аз маркази ноҳия дур аст, мактаб надорад. баъди суроғи мо идораи маорифи дӯстӣ бемактаб мондани мардуми ваҳдатро омӯхтааст. гуфтанд заминаҳо барои сохтани мактаби ибтидоӣ дар ин деҳа мавҷуд аст. то тадбирандешии мақомот падарон ба ҳар васила мекӯшанд мушкили фарзандонро осон кунанд. гоҳо ин талоши онҳоро фикри фасли сарди меомада машкук месозад.
در تاجیکستان سنجشی نقطه‌های دندان پزشکی و کاشانه‌های ҳусн ادامه دارد. به هنگام گذراندن رید حالت‌های زیادی به طلبات بهداری جوابگو نبودن این مسئله آشکار گردیده است. مسئولان این نقطه‌ها نیز میگویند در صورت انتقاد یا مجازات به مثل بستن موقتی مرکزها از پای اصلاح وضع میشوند. همکاران ما از تلویزیون نستایش وریم این موضوع را پیگیری کردند. فرقت یک سال است که به همین سرتراشخانه میآید. او میگوید این کاشانه ҳусн را به خاطر تازه و آزاده بودنش انتخاب کرد. همین سرتراشخانه باید تازه باشه. یگان کسلی نگذرده، یگان آدم به آدم. بنا به آمار رسمی در تاجیکستان نزدیکی 250 نقطه‌های دندان پزشکی، بیش از 800 سرتراشخانه و 377 کاشانه ҳусн فعالیت میکند. تا به حال یگان حالتی که محض سرتراشی ها و دندان پزشکی ها مشتریان را به بیماری های سرایتی گرفتار کرده باشد رسما ثابت نشد. یگان شکایت نیست. همه وقت برای کار کردن ما پیش از همه به ضرر گرداندن اسباب ها رعایت میکنیم که تا که یگان زیان و ضرر به مزاجان ما از طرف ما رسانیده نشود. هرچند بعضی ساکنان ادعا میکنند که در همین نقطه ها بیمار شدند. از اولی سال روان 3 نفر به وزارت بهداشتی درباره گرفتار شدنشان به بیماری هپاتیت مراجعت کردند، اما تفتیش سرایت‌یابی را اثبات نکرد. در کشور کلینیک‌های طبابتی دندان و همین گونه نقطه‌های علاهیده عمل میکنند. رقابت و انتخاب در این سمت زیاد است. از این خاطر همه آنها کوشش میکنند که به طلبات بهداشتی جوابگو باشند. معمولا پزشکان اسباب‌های یک دفعینه را استفاده میبرند، اما در منطقه‌های دوردست دندان پزشک‌ها خیلی کم دستپوش دارند و از بیماران معلومات نامه سلامتی را نمیپرسند. اما مسئولین کلینیک‌های کلان میگویند آنها چنین مشکلات ندارند. برای طبابت به نزد آنها از کشورهای همسایه و حتی اروپا میآیند، چون که خدمات در سطح بلند است و اما نرخ‌ها پست است. کلینیک اسباب‌های یک دفعینه را استفاده می‌کند که این خیلی مهم است. دوم اینکه باید به طرز پاککاری شدن اسباب‌ها اهمیت جدی داد و باید به شرایط کاری و تجهیزات کلینیکی توجه نمود. در پی سنجش‌های مقامات بهداشتی که بعد انتقاد پرزیدنت تاجیکستان در اول ماه سپتامبر صورت گرفت، 9 کاشانه ҳусн و 4 نقطه دندان پزشکی بسته شدند. سرچشمه خطر در کاشانه‌های ҳусн این پیش از همه اسباب تجهیزات‌هایی که برای مانیکور و پدیکور استفاده برده میشد، یعنی که سوزن‌هایی که برای سوزن‌زنی به قاش، سوزن‌زنی به لب، یعنی که گذراندن داروری‌ها استفاده می شود. علاقه در حجره‌های استوماتولوژی با معیارهای مقرر کرده اوید به خطری رعایت کرده شده از اسباب تجهیزات یک کارته استفاده برده می شود. در تاجیکستان موردهایی که پرزیدنت به این یا آن کمبودی در بخش‌های مختلف اشاره می کند معمولی شده است. عادتاً بعد این انتقادها سنجش شروع می شود. خیلی کم اتفاق می افتد که خود مقامداران تشبث را به دست بگیرند. و خبر دیگری جالب هم داریم. این کفش تillоӣ سرشار از سنگ‌های الماس که 17 میلیون دلار نرخ دارد در مهمانسرای برج عربی دبی منتظر خریدار است. کفش از پوست تillоӣ بوده، با تillоӣ سفید 100 کرتی و 10 سنگ الماس آرا داده شده است. مؤلف این کفش مریم مجوری خانم بریتانیایی رومینی اصل است که در دبی و لندن تحصیل کرده است. او میگوید در بازارها کفش گران کمی افته است و احتمال این کفش هم مشتری خود را پیدا خواهد کرد. کسی بحث نمی کند که الماس تحفه یکمری می باشد، ولی پوست چی؟ طوری تشکیل کنندگان میگویند پایافزال هم با کفالت یکمری فروخته می شود و اگر پوست آن ویران شد، آن را با پوست نو رایگان عوض خواهند کرد. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم بیننده عزیز به پایان میرسد، اما شما میتوانید خبر و گزارش‌های مهم تاجیکستان و جهان را از سامانه رادیو آزادی www.azadi.org و آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب بخونید و تماشا کنید. ما فردا برنامه خبری نداریم، اما صبح بر وقت از نوید بامدادی میتوانید با خبرهای آشنا شوید. تشکر برای همراهی.